سلام بچه ها، روزتون بخیر. امروز میخوام در رابطه با یه حرکت رو مخ دیگه با هم صحبت بکنیم. بعضی موقع متوجه یه موضوعی نمیشم، اینکه یه سری از آدما خودشون تو زندگیشون به یه موفقیتی نرسیدن ولی خیلی دوست دارن تو رو نصیحت بکنن و اینکه بگن این درسته این غلطه. اگه دیگه خیلی هم روت بشه و بهش بگی که اگه بیل زنی باغ خودتو بیل بزن، برمیگرد میگه نه، من تا یه جای این کارا رو انجام ندادم، موفق نشدم، تجربه شده، حالا دارم به تو میگم. ولی دوست دارم اینجا یه سوالی ازش بپرسم، مگه الان دیره؟ به نظر من هیچ چیزی تو این دنیا تو هیچ زمانی دیر نیست. ببین، هر چقدر زودتر انجام بدی بهتره، ولی اینجوری هم نیستش که دیگه شروعش هم نکنی. اوکی، تا الان پشیمون بودی این کار رو انجام ندی، سنی هم نداری، چرا از الان به بعد شروع نمی‌کنی؟ فقط به دیگران میگین کارو بکن، اون کار نکن، این درسته اون غلطه. به نظر من این یه جور دخالته. بعد هر آدمی توی زندگیش یه معیارای خاصی داره واسه خودش. یه نفر دوست داره تمام پولاشو پس‌انداز کنه، یه نفر دوست داره تمام پولاشو خرج تفریح و مسافرت بکنه، یه نفر دوست داره تمام پولاشو سرمایه گذاری بکنه، زمین بخره، ماشین بخره. هر کی برای آینده خودش یه برنامه ریزی داره که نه ما میدونیم درسته نه غلط، چون واسه یه سری جواب میده هر کدوم از این سه تا، واسه یه سری جواب نمیده. پس بازم میگم درست و غلط رو هیچ کس تعیین نمیکنه، فقط ما نگاه میکنیم میبینیم اون مثلا تو این کار موفق شد، شاید منم بتونم. این اوکیه، ولی این آدمی که تو کارش موفق نشده چرا میاد به ما میگه چی کار بکنیم چی کار نکنیم؟ بعد اصلا چرا باید دخالت کنه؟ ببین، تو بعضی موقع دلت واسه یه آدمی میسوزه، یه سری پیشنهاداتو میتونی بهش بدی، ولی دیگه زورش که نمیتونی بکنی این کاری که من گفتم و انجام بده. دیگه نمیتونی هی بهش احساس گناه بدی، هی از دماغش در بیاری که چرا اون کاری که من گفتم و انجام نده. خب این انتخابشه. بعضی موقع ها یه سری از آدما به اسم دلسوزی یه کاری میکنن که از زندگی لذت نبری. ببین، مثلا بخوام مثال واسط بزنم، یکی بودش که داشته وایساده بوده یه گوشه، داشته سیگار میکشیده. یه نفر دیگه میاد میگه در روز چند تا پاکت سیگار میکشی؟ میگه 2 تا. میگه میدونستی اگه این سیگار رو نمیکشیدی الان یه بنز داشتی؟ اون که سیگار میکشه برمیگرده به اون یکی میگه تو سیگار میکشی؟ میگه نه. میگه الان بنز داری؟ میگه نه. که پس برو کنار، بذار سوار بنزم بشم برم. پس این چیزایی که آدما دارن میگن دلیل بر این نمیشه که درست و اونا تعیین بکنن. اصلا این دنیا همون جوری که به تلاش و کوشش ما ربط داره، نمیخوام بگم شانسا، ولی یه سری احتمالایی واسه یه سری ها بیشتره. دیدی مثلا یه نفر یه کاری میزنه میگیره، ولی اون یکی همون کارو میزنه نمیگیره. حالا من نمیدونم چی تو درون اون هست که میگیره، چی تو درون این هست که نمیگیره، حالا اونو هنوز بهش نرسیدم، ولی کلا میگه خدا باید واسط بخواد. پس اصلا دیگه نمیتونی تو روش زندگی خودتو غالب کنی به یه نفر دیگه، چون من اینجوری زندگی کردم تو هم باید اینجوری زندگی کنی، چون من به این نرسیدم تو باید اینجا این کارو کنی. بعد جالبه اون آدمی که مثلا این حرفو میزنه بخوای نگاه کنی واقعا بنده خدا به چیز خاصی هم نرسیده. بعد میگه چون من به یه چیز اندکی رسیدم میخوام تو هم به اون برسی حداقل. بابا عزیزم، من اگه بخوام انتخاب کنم اصلا دوست ندارم مثل شما زندگی بکنم. اصلا نه از زندگی لذت میبرن، نه معنی زندگی رو میفهمن، فقط این که میخوان بترسوننت. اثر دلسوزی ها، نمیخوام بگم باهات دشمنی دارن یا هر چیز دیگه، اثر دلسوزیه، ولی به نظر من دلسوزی بیجاه. مثلا یه پولیو که در میاری میگه این پولو پس انداز کن، خرج نکنی ها، این کار نکنی ها، اون کار نکنی ها. بعد اگه تو بری همون کار رو انجام بدی، میان بعدش از دماغت در میارن که چرا اون کار رو انجام دادی. یه جوری که انگار محکم کاری هم بشه که واسه دفعه بعد
درس عبرت بشه که دیگه انجام ندی. یعنی انقدر بهت میگن گوشت پر میشه که میگی وای من دفعه دیگه این کار انجام ندم که این هی بخواد به من بگه این کارو کردی. بارها شده مثلا یه 100 میلیون اومده دست آدم، اونو نفهمیدی چجوری خرجش کردی رفته. به خدا اصلا بخوای فکر کنی این اتفاق واسه خود ما افتاده که یه پولی دستمون رسید اصلا نفهمیدیم چی شد، پول کمی هم نبود، ولی یه جایی اومدیم با همسرم تصمیم گرفتیم یه اندازه پولی که داریم واسه مسافرت خرج بکنیم و اونم دود شد رفت به قول بعضیا، ولی خب روحمون زنده شد. یعنی هر موقع ما به اون یه هفته سفرمون فکر میکنیم واقعا روحمون زنده میشه. یعنی انگار جون میگیریم. یه سری هزینه ها خب شاید جلوی چشمت نباشه ولی تو واسه روحت داری هزینه میکنی. همه چی که نباید زمین و ملک و خونه و اصلا ماشین باشه. بعضی موقع تو واسه روحت داری هزینه میکنی. درسته اون پول دیگه نیست شده ولی روحت میدونی چقدر جوان‌تر شده. چرا ما یاد گرفتیم فقط واسه جسممون خرج بکنیم؟ واسه جسممون منظورم چیزای فیزیکی رو خرج بکنیم. روح ما یعنی آدم نیست، اتفاقا اصل روحه. جسمو که دور از جون بعد از اندی سال میذاری زیر خاک، دوباره اون روحه باید بره جاهای دیگه. بعد جالبه اون پوله که هزینه نمیدونیم چی شده، درسته سرکوفتشو میشنویم ولی حالا اشکال نداره، ولی اگه واسه سفر خرج بشه واویلا بابا. اتفاقا خود من یکی از هدفام تو این دنیا اینه که بگردم، عشق کنم، سفر کنم. مثلا کار میکنم که عشق کنم، کار نمیکنم که یه خونه داشته باشم، کار نمیکنم یه ماشین داشته باشم. ببین رفاه نسبی اوکی ها، من تا یه اندازه یه خونه‌ای که اوکی باشه از نظر همسرم و یه ماشینی که از نظر جفتمون اوکی باشه داشته باشیم، بقیه‌شو بریم عشق و حال. حالا یه خونه من اینجا داشته باشم، یه ویلا اونور، یه ویلا اونجا، ماشین پارکینگ. اصلا یه سری آدما می‌بینیم حالا اونا که خیلی پول دارن سفرشون هم دارن ولی کلی مثلا پارکینگشون شده نمایشگاه ماشین، ولی بخوای ببینی از زندگی لذت نمیبرن. بعد یه سری حرفا هم باب شده که برمیگردن میگن اینا چون اینجوری زندگی کردن، یعنی اینجوری که یه قطره نذاشتن به چکه واسه یه سفر و تفریح و مسافرت، به خاطر اینه که پولدار شدن. نه من میتونم 1000 نفر رو واسط مثال بزنم که به اندازه، ببین به اندازه، این خیلی مهمه تو هر چیزی که صحبت میکنیم، به اندازه تفریح کردن، به اندازه پس انداز کردن، به اندازه کارهایی که باید رو انجام دادن و الان هم خیلی هم خوشحالن، هم ملک دارن، هم خونه دارن، هم روحشون تازه است. ولی یه سری ها بلد نیستن چجوری مدیریت کنن، فکر میکنن که بقیه هم همون جوری هن. یه سری فکر میکنن چون خودشون نتونستن بقیه هم نمیتونن. یا اینه یا قضیه بلدم دیگه. من بلدم، من میدونم، من فلان، که فیگور اینو بیان که بابا من بلدم. جب این آقای بلدم بالاخره یه کاری رو درست انجام داد. خب عزیزم اگه بلدی میتونی تو زندگی چند مورد به من مثال بزنی که به چیا رسیدی که اقلا من دلم خوش باشه به افراد گوش بدم. خلاصه که اینجور چیزا به نظر من تو زندگی دخالت محسوب میشه. تو موقعی میتونی پیشنهاد بدی که بعدش از دماغ طرف در نیاری هرچی خوشی کرده، با گفتنا، با انرژی منفیا. نمیگم تشویقش کن ولی بذار کار خودشو بکنه. اوکی تو شاید نرسیدی، شاید اون بتونه برسه. هر آدمی مسیر مختلف خودشو داره. احتیاط کردن تا یه جایی درسته، تفریح کردن هم تا یه جایی درسته. نه از این ور آدم بیفته که کلن بره عشق و حال و تفریح و همه پولا رو دود کنه، نه انقدر پس انداز کنه که آخر که دور از جون مرد وارث لذتشو ببره و خودش از زندگی هیچ چی نفهمیده باشه. چرا؟ چون باید محتاط بود، باید پولا رو پس انداز کرد، باید فلان کرد. همون پول یه شب با دزدی زده میشه میره. ولی ما اگه بخوایم اون پول رو واسه مسافرت هزینه بکنیم زورمون میاد.
ولی اگه دوز بزنه دیگه چاره‌ای نداری، باش خیلی راحت کنار میای. پس تو زندگی بقیه لطفاً دخالت نکن. میدونم دلسوزیه، ولی به نظر من اینا دلسوزی بیجا. تا یه جایی میتونی هشدار بدی، میتونی تا یه جایی بهش بگی که این درسته این غلطه، ولی نمیتونی مجبورشون کنی که این کار رو انجام بدن. هر کسی تو این دنیا آمده این فرصت رو داشته باشه که خودش هم تجربیات خودش رو داشته باشه. تو تا یه جایی بگو درست و غلط و پیشنهادات رو بگو، ولی دخالت نکن، انرژی منفی نده، از دماغشون در نیار اون خوشی که کردن. و مطمئن باش اینجوری هم تو راحت تر زندگی میکنی، هم اونا راحت تر زندگی میکنن و جنگ اعصاب های دورمون کم میشه، انرژی منفی های دورمون کم میشه. هر کسی میتونه با اختیار خودش برای زندگی خودش، با دید خودش، با صحیح و غلط خودش زندگی بکنه. آدم ها رو یه خورده راحت بذارید.